آیا روزه در شخصیت انسان تاثیر دارد؟ بله، روزه در شخصیت انسان تاثیر بسیار زیاد داره. وقتی ما میخوایم که شخصیت انسان سازی بکنیم، شما وقتی که در یک معدن میرین، اگر طلا در معدن باشه و ای تا وقتی که این طلا از معدن کشیده نشه و تا وقتی که این طلا ذوب نشه، این به یک زیور گرانبها تبدیل نمیشه. انسان هم یک معدن بسیار عالی داره. این از این معدن کشیده شد، در بین انسان ها برش گفته شد که تو خلیفه الله در روی زمین هستی. بر از این انسان یک وظیفه بزرگی داده شد که خلافت الله در روی زمین است. انسان باید در زمین الله این زمین آباد بکنه و در این زمین حاکمیت الله را تطبیق بکنه. چرا؟ خلیفه کسی است که اوامر الله را در زمین الله مطابق احکام الله چی میکنه؟ تطبیق میکنه. این حال وقت ما روزه میگیریم در ماه مبارک رمضان، امی عبادت ها که است میگن تکالیف هستند. هر تکلیف بر تشریف است. وقتی که انسان این تکلیف ها را میبینه، با هر تکلیف شما وقتی که روزه میگیرین سرتان سختی میه، نماز میخورین سرتان سختی میه، عبادت میکنین سرتان سختی میه. در تمام از این حالاتی که شما قرار میگیرین و این سختی ها را متحمل میشین، در حقیقت در تمام از این تکلیف ها بر انسان یک نوع تشریف میشه و این تشریف چی است که امیر روزه هست که سبب میشه که انسان شخصیتش ساخته میشه، شخصیت معنوی انسان ساخته میشه، شخصیت فردی انسان ساخته میشه، شخصیت اجتماعی انسان ساخته میشه. بناهن ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان در ساختار شخصیت انسانی تأثیر بسیار زیاد داره.